امروز که شاگردم سر کلاس یه آقای 35 ساله معقولی هم هست، میگفتش که استاد دلم میخواد ازدواج کنم، ولی دختره جامعه رو نگاه کنین، دختره همین دانشگاه رو نگاه کنین، اصلا ظرافت زنونه دیگه ندارن. بادی لنگویجشون، لباس پوشیدنشون، طرز حرف زدنشون، کلماتی که میگن، حتی ساعتهای کاریشون، روش زندگیشون کلا مردونه شده. دنبال ظرافتی میگردم که اون موقع‌ها تو مامانامون بود، اون ظرافت زنونه رو دلم میخواد. گفتم به من که 2 سال با تو کلاس دارم، میشناسمت دیگه، با هم دوست شدیم، میتونم باهات راحت باشم. یه راه حل داره. اگه ظرافت زنونه میخواین باید مرد باشین، مرد باش. گفتم بابا این گوشواره چی انداختی تو گوشت؟ گوشواره رو درآر. حداقل تو این 2 سال من خودم دیدم با 1-2 نفر گشتی، با 1 نفر بگرد. اصلا نمیگم، اصلا هر جا پیداش کردی، تو چه میدونم گروه دوچرخه سواریتونه، دوتونه، تو دانشگاهتونه، سر کارتونه، نمیدونم واقعا کجا، ولی وقتی اون آدمه رو پیدا کردی که دیدی آدمته، تکلیفت با خودت و اون معلوم باشه از اول راه. با هم دوست باشی، فعلا با هم دوست باشیم. کلمه ها ظرافت رو از زن میگیره. فعلا یعنی تو زن نیستی، تو زن زندگی من نیستی. حتی گفتن این کلمه ها، حتی نوعی که شما لباس میپوشی، نوعی که پا پیش میذاری، همه مجموعه اینا ظرافت رو از زن گرفته. زن حجب و حیا داره، زن یه نجابتی داره، زن یه نازی داره. زن باید ساعت کاریش یه ساعت کاری محدودی خارج از جامعه باشه اگر ازش ظرافت زنانه میخوای، و اینا در کنار مردانگی شماست که شکل میگیره. اصالت در نجابت شما، در تعهد شما معنی میشه. مردی اصیله، زنی اصیله که متعهد باشه، که نجیب باشه. نجیب زاده به آدم هایی میگن که متعهدن، به عهدشون متعهدن. وقتی سکه های تو شلوارشون زیاد میشه، شلوارشون نمیفته. وقتی یه زن لونتر و خوشگل تر میبینن، نمیگن آی من پای این دارم میسوزم. و بالعکس، وقتی زن داره تلاش مردشو میبینه، اما میبینه یکی دیگه بیشتر داره، اب نداره، مرد تو داره تلاش میکنه، همینقدر داره به دست میاره، بمونین پای هم، با کم و زیاد هم زندگی کنین. به والله نجیب زاده بودن و اصالت در تعهد رو به خودتون برگردونین. ظرافت زن رو برمیگرده، مردونگی مردان برمیگرده.